موحد بر اساس عقیده قرآن، پیغمبر، صحابه، حضرت عمر رضی الله عنه درخت شجره رضوان را که در قول لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره سوره فتح آمده، گفتین درخت از بیخمون بیرون. این نام این در قرآن آمده. اینجا پیغمبر تکیه داده، 1400 نفر اینجا به دست پیغمبر بیعت کردن. یک روزی نگوین که این تبرکه، یه روزی مردم نه اینجا بگن این تبرکه، خود را دست خود را بمالن به این برگاه های این درخت را بخونن، ها این تبرکه، اینجا نام این در قرآن آمده. از بی خوبون بیرون کنی، بیرون کرد، انداخت. حالا شما مولوی صاحب این عبای خود را بده، این تبرک کی گفته؟ عبای مولوی تبرک، امامه خود را بده تبرک یعنی چی؟ درختی که 1400 صحابه زیرش بیعت کردن، پیغمبر تکیه داده، تبرک نیست. امام من پر از چله، این تبرک چرکه؟ خرافات همینا را میگن. لنگ خود را بده، عصای خود را بده، تبرک. هیچ تبرکی وجود نداره. تبرک این قرآن است. تبرک نام الله است. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، با برکت نام الله که دارای جلال و دارای اکرام و احسان و بخشش است. ما کی باشیم که دیگه وسیله ما و عصای ما تبرک باشه؟ ما خود ما کی هستیم؟ مورچه چه باشه که کله پاچه‌اش باشه؟ ما همون مورچه هم نیستیم. نگفتیم مورچه کی باشد که کله پاچه‌اش باشه؟ ما کی باشیم که دیگه تبرک ما را شما بگیرید و استفاده بکنید؟ تبارک اسم ربک، با برکت فقط نام الله است. تبرک فقط نام الله است و طریقه محمد مصطفی است. من در رابطه با برکات یکی دو تا فایده برای شما ذکر بکنم. اون اینه که تبرک شرعی اونی هست که ما میتونیم از شریعت، از قرآن، از سنت برایش دلیل بیاریم. بغیر از اون چیزی نمیتونه تبرک باشد سبب برکت. الله عزوجل برکت میده در هر چیز، ولی اونایی که به عنوان تبرک هستند، یکی آب زمزم هست. تبرک یکی چیه؟ آب زمزم هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ماء زمزم لما شرب له. آب زمزم برای هر مقصدی که نوشیده بشه مقصدت حاصل میشه. یعنی هر نیتی بکنی، هر دعایی بکنی، الله دعایت را قبول میکنه. و دیگه آثار انبیا برکتن، تبرک است اونها. یعنی یک چیزی اثری از پیغمبر بجا مانده، مثلا عمامه پیغمبر، مثلا لباسی که از پیغمبر، حتی موهای پیغمبر، باقی مانده آب وضوء پیغمبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه وضو گرفتند، آبها باقی ماند، در دست بلال رضی الله تعالی عنه بود. صحابه روی این آبها هجوم آوردند، بعضی ها را چند قطره می رسید که بر بدن خودشون مالش می دادند. یا مثلا موهای مبارک را وقتی که حلق کردند بعد از احرام، موها را بین صحابه تقسیم کردن، به یکی 2 تا می رسید، به یکی می رسید، 2 تار مو. لذا آثار انبیا برکتند. جایی که پیغمبر دست بگذارد، پا بگذارد، اونجا برکت است. صحابی بچه‌ای بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست گذاشته بود، بعد از اون قسمتش موها را اصلا اصلاح نمی کرد، تا اینجا افتاده، بقیه را اصلاح می کرد.
چون اونجا دست رسول الله گذاشته بود. این تبرک است. پس اون چیزی که از آثار انبیا باشد. ما در قرآن داریم، در سوره بقره ما خواندیم که برای طالوت صندوقچه‌ای که مال موسی بود، بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، اون تابوتی و صندوقچه‌ای که یادگارهای آل موسی و آل هارون بود. مفسرین نوشتند که عمامه هارون بود، نعلین موسی بود و عصای موسی تو اون صندوقچه بود و نسخه اصلی تورات بود. خب این آثار بجامانده از انبیا اینا تبرک بودن. بنی اسرائیل هر جا میخواست با هر قومی بجنگه، این تابوت را، این صندوقچه را جلوی خودشون میگذاشتن، خدا فتح نصیبشون میکرد. پس آثار باقی مانده انبیا اینها چیان؟ تبرکند. اما عزیزان بغیر از اینها، از بقیه اولیاء، از بقیه صحابه ثابت نیست که آثار اونها تبرک باشد. شاید شما توی یک کتابی ببینید که یک مثلا عالمی امامه استاد خودش را گرفته به چشمان گفته این تبرکه. این عمل همون عالم هست ولی در قرآن و سنت ثابت نیست. ما این حدیثی که خواندیم تبرک گرفتن از آثار رسول الله ثابته، اما بعد از رسول الله افضل اون امت کیه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، سرتاج اولیاء. اما هیچ کسی از آثار ابو بکر چیزی به عنوان تبرک نگرفت. بنابراین برکات و تبرک اونی که ثابت باشد، اونی که ثابت نیست اینها رو تبرک گرفتن درست نیست. مثلا ما باید در هر چیز پایبند شریعت باشیم. جایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست کشیده اونجا دست کشیدن برای ما عبادته. جایی که آن حضرت دست نکشیده اونجا دست نکشیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر الاسود را بوسیدن، ما ببوسیم، اما بقیه دیوار کعبه را نبوسیدند، پس برای ما درست نیست. بر رکن یمانی آن حضرت استلام کردند، خب ما هم باید استلام بکنیم، سنته اگر تونستیم. بقیه رکنها، بقیه گوشه های کعبت الله آن حضرت استلام نکرده، برای ما هم لازم نیست. حتی غلاف خانه کعبه تبرک نیست. این پیراهنی مدتی به تن خانه کعبه بوده، یکی از علما تکه اونجا چون سالانه تقسیم میکنن تکه تکه میکنن، تکه را آورده بود و طلاب دوره حدیث را که یک سالی اونجا در مدرسهش فارغ التحصیل شد، از زیر اون تکه و تکه غلاف خانه کعبه طلاب را گفته بود از زیر این رد بشن. حضرت استاد رحمه الله مولانا جاجروی یک جمعه فقط بر علیه این سخنرانی کرد. گفت شما عالمید، درسته ما با خانه کعبه چی داریم؟ محبت داریم، اما یک چیزی که برای ما ثابت بشه از قرآن و سنت ما باید به او عمل بکنیم. شما که این را سبب برکت میدونید، حدیثش کجاست؟ آیهش کجاست؟ از کجای قرآن و سنت ثابته؟ بنابراین هر چیزی که از قرآن و از سنت تبرک او ثابت بشه اون برای ما موجب برکته، و هر چی که ثابت نشه ما نمیتونیم که به هر حال با عقل خودمون، با قیاس، با اجتهاد خودمون یه چیزی را تبرک بدانیم، باعث برکت بدانیم. و بعض چیزی که تبرک است برکت دهنده فقط الله عزوجل. بعضی از مردم خاک را میارن، میگه این خاک مبارکی هست، این ثابت نیست. چه خاک مدینه باشه، چه خاک کربلا باشه، چه خاک مشهد باشه یا هر جا باشه، ما باید پایبند باشیم. اون چیزهایی که الله عزوجل اونها را متبرک قرار داده اونها متبرکن، و اونی که ثابت نیست لذا تبرک گرفتن با اونها درست نیست.